ما هم جنس و گرون میخریم، هم به کرامت و انسانیتمون توهین میکنه عوضی. مال شرکت میهم بود، بهش گفتن الان 3 هفته است، هر هفته قیمتتون داره افزایش پیدا میکنه. گفت من میتونستم همون بار اول 30% افزایش بدم، ولی به خاطر شما یواش یواش افزایش دادم که بهتون فشار نیاد. تازه منت هم سرمون گذاشت عوضی. واقعا بیشعور و نفهمی. مردم عزیز، بیاید به مدت 1 هفته 10 روز لبنیات نخریم. البته خیلی ها نمیتونن بخرن، اونایی هم که میتونن بخرن 1 هفته 10 روز استفاده نکنید، به جان خودم اتفاق خاصی نمیفته. فکر نکنید لبنیات خوبی داره، همش پرو پالمه، یعنی تو نخوری سودش هم بیشتره واسه سلامتید. به مدت 1 هفته 10 روز استفاده نکنید. منم اولین نفر به جان خودم نمیخرم، شما هم نخرید، بذار بگنده این متوهمین جنساشون حتی.